دهه اولی ماه ایول در کشور هوای گرم مشاهده گردیده در بعضی منطقه‌ها حرارت تا 45 درجه و از آن بالا رسید. بنا به اطلاع کارشناسان ساحه، بنابر سبب تغییریابی اقلیم و بالا رفتن حرارت هوا، همه‌ساله گرمشوی فصل تابستان به نظر می‌رسد. از خبر و گزارش‌های رسمی برمی‌آید که چنین حرارت از معیار بلند گرمی نه تنها در تاجیکستان، بلکه در تمام دیگر کشورهای خارجی به قید گرفته شده است. چنانچه تمام هفته گذشته اکثر کشورهای قطعه اروپا از گرمی بی‌سابقه حرارت هوا هشدار داده، ساکنان را به احتیاطکاری دعوت نمودند. بنا به اندیشه کارشناسان ساحه، همه‌ساله بالا رفتن حرارت هوا از تغییریابی اقلیم وابستگی کلان داشته، تأثیر خود را به طبیعت نیز می‌گذارد. این باعث خشکی و کم آبی در منطقه‌های گوناگون کره سیاره گردیده، بار دیگر جامعه جهانی را هشدار می‌دهد که در این سمت چاره‌های جدی باید اندیشید. از پهلوی دیگر، گرمشوی بی‌سابقه حرارت به آبشوی و کمشوی حجم پریخ‌ها آورده می‌رساند که البته به ذخیره آن و تأمین شهروندان با آب تأثیر خود را می‌رساند. از اینجاست که تشبث و پیشنهاد جانبی تاجیکستان عاید به حفظ پریخ‌ها در تمام کره سیاره هم آوازی بیشتر پیدا می‌کند. حاضر موافق حساب عالما 100 سال آخر به در عرصه بین‌المللی جهان میگوییم، در جهان 0.83 گرادوس حرارت گرم شده است. در جمهوری تاجیکستان باشد فقط کوهسار به از 0.1 تا 0.7 گراد سلسی حرارت گرم شده است که البته این گرمشوی به آبشوی پریخ‌ها تاثیر خودش میرساند. در دست جمعانه در رابطه بین دولت ها گذراندن این چاره‌بینی ها یا اینکه اندیشه های بررسی کردن خیلی موافق است، به مقصد موافق است. ما افتخار داریم که محض تشبث از همین جمهوری تاجیکستان، از دستگیری خود همین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد. البته ما افتخار میکنیم. تغییریابی اقلیم و گرمشوی حرارت هوا در کره سیاره باعث حادثه‌های گوناگون طبیعی می‌گردد که به انسانیت تأثیر منفی خود را می‌رساند، زیرا همه‌ساله بالا رفتن حرارت باعث آبشوی پریخ‌ها گردیده، ذخیره آب تازه که منبع اساسی آن محض پریخ‌ها به حساب می‌رود کم می‌گردد. با پیشنهاد جانبی تاجیکستان و در اساس قطعنامه سازمان ملل متحد 21 مارس روز بین‌المللی حفظ پریخ‌ها و سال 2025 سال بین‌المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیده است. این تشبث پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای انسانیت و سیاره ما واقعاً اهمیت بزرگ دارد، زیرا آن به حفظ طبیعت و ذخیره‌های آبی در مجموع به حفظ حیات انسانیت در سیاره روانه شده است. این تشبث سال 2022 از جانب پیشوای معظم ملت در سازمان ملل متحد پیشنهاد گردید و قبول شد و برای ما ملت تاجیک افتخار است که پیشنهاد ما قبول شد و بعد از یک سالش الکی ما یکی از کنفرانس های بین المللی آن را در کشور با یک سطح و شکوه خاصه و در یک سطح بلند عالی برگزار نمودیم. واقعا امروز باعث افتخار است که در مشکل های گلوبالی که جهان که نارسایی آب و تغییریابی اقلیم این یکی از مشکل های جهانی می باشد، سهم ما ملت تاجیک، سهم پیشوای معظم ملت محترم جناب امامعلی رحمان نظررس هست. امروز در تمام جهان پریخ‌ها با صورت کم می‌شوند. تخمین می‌زنند که تا سال 2100 نصف پریخ‌های کوهی جهان از بین خواهد رفت. تقریباً 1.2 میلیارد نفر آدمانی که در کشورهای مختلف آسیا، اروپا و آمریکا زندگی می‌کنند و دشواری کمبودی آب دچار می‌گردند و دریاهایی که از پریخ‌ها سرچشمه دارند خشک می‌شوند. باید تذکر داد که این اقدام و پیشنهاد اولین پیشوای ملت در سطح جهانی نبوده، قبلا نیز یکچند تشبث پرزیدنت کشور از طرف جامعه جهانی پشتیبانی یافته است. این از آن شهادت می‌دهد که حکومت تاجیکستان در مورد تطبیق منفعت‌های مشکلات سیاره در سطح همکاری بین‌المللی پیوسته کوشش به خرج می‌دهد.